که 6 بیارن اینجا دان تا سرویس کنن. تا افغانی نجس دیگه برام مال شاخ شدن. در میدان رفیق ما افغانیم، با ما بد رویه نکو، چون نه ضعیفیم نه ضعیف کش، قریب پروریم. اگه ذره خیانت از دیدیم آرامیم، اما ویرانگر مثل زلزله. منزل نسل شیران افغان غیور من، صد راه دشمن و سبون لپورم من. بله اهدافشون من میکنم سر روش بند. زنده باد افغانستان به این منظور من. هستم ما افغانی که شهرت داره غیرت. افغان رفتی دو تا خویرانی بود که زدی شاخ شدی، بیا با من تو رو بزنم. در میدان افغانی خریکیه من از افغان خریکیه. بیا نوب سای بیا بریم یه چالش روم بدیم حالیت کنن. بیا روم نوب سای افغانی پابجی بلدن. در میدان چیتم که میزنی؟ چیت میزنی؟ راجوی بخیر. سلام بخیر. خوب است خیلی. بیا در ایرانی بود چرا قرار خبر چلن میتونم. بیا چی شد بیارش. ما امروز میذارم فقط صدایش باز کنه. بهتر بیاد. در میدان و مرا میشناسی که ما کیستم، مال صفات نمیکنم در شهر که ما ایستم موزم. ما تو خودت نمره میدی، مرا مردم نمره میده. فهمیدی؟ با قرآن شریف بی‌احترامی کنی از ایسایا. زنده براتم باغ قاضی تا در میدم، یک تا جوان در شهر نمیمانم. و مرا میشناسی که ما کیستم، مال صفات نمیکنم در شهر که افغانی نوب. اگه راست میگی بیا تو میدون. دو سه تا بچه زدیم فکر نکنین خبریه. امرویتون کار دارم ولی در میدان شهرونده ما یه حرفی زدیم الان هم پشیمون شدیم. ببخشید دیگه، نوکر همتون هم هستیم، کوچیکتون. سلام دوستان عزیز، یک گپ بسیار کوتاه از طرف فوریوی براتون نصیحت. هر وقت همراه دخترها در گیم رفتید بفهمید که تنها هستین، یعنی که کل گیم باید سولو اسکواد پیش برین. موقع تا شدن خدا یارم اینفور باشه که دیدیم اومد نفرا رو میمد پیش میمد، یک نفر تاخ چپک، دو نفر تاخ چپک، سه نفر تاخ چپک، چهار نفر تاخ چپک. فهمیدید نمیشه دمی منطقی کانتینر یک 6 نفر چپک کردین. یک کمپره که بسیار جالب هم کامپ زده بود، بسیار خطرناک دیگه. خونی من به صفر است که نمود یک کفاق بزنید چپا میشه فوریوی. خب مقصد میتونه آخر بسیار طالع کرد. دی سنه دادن افغان محمد هیچ فکرم نیست که افغانای خود ما هست فینیش داروشان. و سنه آخر متوجه شدم که از افغانای خود ما هستن. معذرت خواهی هم کردم از ایشان. اضرب بشها بندنا عسكر خلص فتا بارامس فتا هنسكر نو فيس نو كيس فيها مسكر نوغون فيس كريمة ارا كاشن بانكر احي دبلي كوكا صمت باستا احي نافي بول اب دفا اكتا. اصلا پوبجی به قیافه شما میخوره افغانی گشاد باریابی نوبا چلنج نده. بزنید در میدان در میدان
you think you are bad? I'm your dad. افغانه درست خیلی از ایرانی های دادی افغانی ها اصلا بازی برد نیستن با گروه من یه حساب بزن ببینم چیکار میتونی بکنی افغانه درایدم میدان درایدم میدان الله بچه ها مناک شدم میان کمک کنین بخه تو تنها میری خدا خیال لبنوی دوم جهان کردی بخه او بیادر گلیچ کرده بچم زنده هستی هنوزم دل جمع همونجا بیشی مامیاه او مای گاد بیایی که زدن گریز جانم حالا که نغمه بدل ناک شده صدقه خدا شم خدایا بده یک دفعی نگام که بدویم بده درگرد که باید خدا دیسی حالا جانان اگر که خدت نکن میم آمدم نمیشه گریز جانم جای نمیتیم بشستی عشقم که از غم چوده او دختر بله تو رو همراه سلا بکشم یا یکی همراه چاقو جگرمه تو می یک مچ بده خود میمورم الله به قرآن که قنداری برآمد بگریز فاریابی استاد چو جگرمه الله استاد چو که طور خون بخورا شکر می آید مالدار بچه بای بچه نوب چی هستی افغان نوب هستیم اگه باختی میای من فیلماتو پاک میکنی زمان معذرت خواهی میکنی هم love you بیبی ای چی گفت I love you بیبی ترا میگه بیبی my love I love you too baby جون تو بیبی بیبی بیا پیشم بیا بچه این بانگا کفر ربان مسلمانی بگو مایهان love me نه not love me no love you you are chuckling jutting condoning the kochai laddening the kochai shooting the kochai no love you are smoking भाई म्यूजिक खानदान करो कल्ब में आराम शुद्ध नहीं खानदान आशिकाना करो भाई जन्म 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 साथ चलना वही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जहां है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना नहीं देखा دختر मेरी वीडियो में جون خبری من کجا دیدی اشته کسی گپ نزن کانال سرما میشه بچه ای چرا برود داره بچهش گفتم دو جنسه است دو تا جنسه است استغفر الله با گفته کلانا پیشوری بچه از پسر دختر مثل فاریابی جان ما هم ریش داره هم موی دخترانه من یک خاندان کو بریم لیلی افغانی میخوام لیلی بچه نام از این رسه که مرغ خوره یه خاندانش پیدا نمیشه به می قرود قسم میکنی به نام از هیچ خاندان پیدا چرا مگه نام ما چی شده بچه به میاو جوش قسم که بر از این خاندان پیدا نمیتونه بیگینه میگه به قرآن یک بلانی را خورده نمیتونه اندازه 4 تا بلانی بیگینه میگه نه نمیکنه پات میکنه نمیکنه یعنی چرا نمیکنه اگه گیرم دایی تقفاق دیم کسکل ماید کمک نیست
افغانی های که غیرت داره. ناموسن تو سگ افغان تو کشور دهاتی خودتون پیدا نمی‌کنی میان ایران. گر ندانی غیرت افغانی هم مکتت کار دارم. در آید میدان، در آید میدان. استاپ مینا میزړ شدی نور جهان می فکر ندی زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چې په نظر ته کوي هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخندل. افغانی نو سگ از ترس ادامه میخواد پابجی رو پاک کنی فرار کنی. افغان ها فقط از خدا ترس دارند. در آید میدان، در آید میدان. سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. فاریبی هستم. من از ایرانی ها هیچ وقت نترسیدم و نمیترسیم هیچ وقت از کسایی که واقعا بی‌تربیه باشن. من دوستای ایرانی زیاد دارم ولی بعضی هایی که بسیار بی‌تربیه میباشن باید شفافکاری شوند. در هیچ انداز بسیار دیگر خون هستم چون که من سر اکانت بسیار زحمت ها کشیدم، زیاد کوشش و تلاش کردم. میخوام به این راحتی ها نمیتونم اکانت من و پاکی من میتویلا بتونم و برم ولی مجبور هستم. مشکلات زیاد میباشه در این وقت. امید که همیشه به یادم باشین، هیچ وقت فراموش نکنید. در آید میدان، در آید میدان. بچه کوچولو، اگه تو منو بردی تمام ویدیو یوتیوبمو پاک میکنم. اگه من تو رو بردم تو باید تمام ویدیو پاک کنی. هر کسی چالش برد ویدیو رو پاک میکنه، میاد اینجا معذرت خواهی میکنه. اوکی؟ باشه روم تو بذار فقط ببین شتکت کنم. دخواه ای تو رقم گپ است. خیلی در آید میدان، در آید میدان. دیگه هم سر افغانو ویدیو میگیری؟ ولی اندازه یه دانه قید 7 بزنیم بگیم بازی میکنیم. اگه چیت نداری پس چیه؟ من واقعا انتظار این بازی ازت نداشتم. واقعا باید فیلمای یوتیوبمو پاک کنی. دیگه باید ویدیو تو پاک کنی، دیگه هم ویدیو نگیری شرکت. باش. If you want me to be the bad guy, I'll be the bad guy. If you want me to be the good guy, I'll be the good guy. I have no problem being both. Sometimes it's better to be the bad guy, because then you know really what the person think about you. Because when they say they like you, you don't know if they like you. When they say they hate you, then you know they really hate you. And I make haters become my fan. That's my problem. No. سلام دوست عزیز، امید که جور صحتمند باش. این دوست عزیز ما رو که برای ما ریکوست داده بود سر افغانه ما ویدیو میگیره، خودش هم گپ نمیزنه. از نفرای کلنش نفرایی که برش چکین داده از نفراش پرسان کردم گفت نه بچه هسته، خودش گپ نمیزنه. من تو رو هم ساعت خود نمیبینم، از خاطر مو چالش تو رو قبول نمیکنم. سلام فریادی. سلام جور بخیر، خوب هستین؟ تشکر، خوب هستی؟ سعی کن زیاد خدا اعلام نداری. خب اگه جرأت داری بیا با من چالش بزن، سر پنج تا تیاره. خب در آید میدان، در آید میدان. واه کرونا خیلی تیارا رو روان که عزیز بگی این نازیتا این دیگه شو روان کن بل خرجی نکنه دوم بله. چی میگه افغانی ها نوبن گوه میخوره. من خودم بازی افغانی ها رو دیدم. من کافر هر چیزی واسه خودی حمیدی بیا در داخل میدان به قدرت الله ببین چیکار میکنه. اگه شیطان پرست هم هستی از هر کشوری هستی نباید بیا به کشور دیگه. من رفتم پایین درد و دل کنین اینم میاد. من یوتیوبرم، من بازیکنم، بخوام بگم کیلو زدم، بگم 2 تا نوب افغانی
نمیخواستم بگویم از خودم مثل شماها ولی شیشتم دیدم غو کردن شما باز میگی گنگ نخوانم تو گنگ بخوان جنگ داری یا فکرت باشم مثل آبم ولی دارم زهر مار نستم گنگ سر ولی ایره تایید میکنم ولی نمیترسم از من ایره تاکید میکنم اصلا خیلی خاکی ها ایره تمجید میکنم چی بگویم چی کنم ایره تنظیم میکنم دوستتون میبریم اسپک اگه پیش ما باشید دوستمون افغانستانه Life a game of chess, you gotta plan the moves. Made off this up, I'm not a fan. You gotta plan the moves.